پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. برنامه احکام الافزار. بله، بسم شیطان فقیه. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان خوب برنامه شکوه الافزار. خدمت شما بحث گناهان را آغاز کردیم. گفتیم گناهان بر دو دسته هستند: گناهان کبیره یا معاصی کبیره و گناهان صغیره، یعنی خوردن مال صغیر و کبیر که تو نظام ما نهادینه شده. بله، حالا میخوایم ببینیم کارهایی که تو نظام ولایت میشه حکمش چیه، چون میگن که این گناه عذابش جهنم است، آتش است یا عذاب علیم است. با این تعابیر امام راحل که خودش ختم روزگار بود در کتاب تحریر الوسیله تعداد زیادی از اونها را برشمردند. برای آشنایی بیشتر با این گناهان و شیوه های مال مردم خوری و رانت و مانت و سفیدسازی این گناهان و نحوه ایزگم کردن از این گناهان یک کتابی رو ما توصیه میکنیم و اون کتاب شریف گناهان کبیره تألیف آیت الشیطان پلید و سید عبدالحسین دستغیب شیرازی است. هند خلاف که بسیار بسیار کتاب خوبی است. اگه افراد میخوان با گناهان کبیره آشنا بشن اون کتاب رو مطالعه کنن. بله، تو همون مقدمش گفته که مرجع تقلید باید قاتل باشد، رهبر جامعه ولی فقیه باید قاتل باشد، امام جماعت باید قاتل باشد، قاضی باید قاتل باشد و همچنین یک سری موارد دیگه هم هست که به دفتر عظما مراجعه کنید، یعنی مرکز خلاف عالم مراجعه کنید. حالا اینم اجمالی مقدمه ای بود در باب گناهان که بعداً به ژن خوب و احکامش هم خواهیم پرداخت انشاءالله. بله، حالا بریم سر سوالات و اولین سوال من خدمتتون بخونم از سوالای این برنامه. گرچه سوال مربوط به قبل افراد سوال کننده هم خیلی تو نوبت موندن. نوشتن که آیا برای آقا خوب است که وقتی اعضای باند خود را میبیند مانند قاسم سلیمانی و نمیدونم یزدی و امثال اینها، بله، اظهار خرسندی کند و با اونها گرم بگیرد، ولی وقتی که آدمهای باند مقابل خود را میبیند اخمو شود و عبوس و با چهره ناراحت با آنها برخورد کند؟ حالا از ما میپرسید نه خوب نیست، گرچه این حالا سوال فقهی به معنای خاص هم نیست ها، اما افراد باید مراعات کنند. به هر حال دزدی مشترک اهمیتش یعنی خیمه نظام حفظش از نظر احکام شرعی خیلی مهمه. یه جوری رفتار نشود که شیخ فرید دلگیر بشود یا بالعکسش شیخ فرید جوری برخورد کنه که وقتی باند آقا میاد ناراحت باشه، وقتی قماشای خودش میاد راحت باشه و خوشحال باشه و امکانات فراهم کنه، یا بالعکس آقا اینجوری باشه. اینا خوب نیست، پسندیده نیست. گرچه حالا بعضی مواردش هم نمیتونیم بگیم گناهی هست که گناه صغیره یا کبیره است، ولی اگر خدای نکرده همینها منجر به اختلاف بشود، منجر به سگ دعوا و برهم خوردن عمود خیمه نظام بشه، همین هم جایز نیست. پس انشالله مراعات بفرمایید. حالا هر کس هست فکر بدبختی های عظما رو بکنه و دست برداره. بله، خب فرصتمون به پایان رسید. ادامه بحث و ادامه سوالا اگه از این جام زهرا جام به در بردین بماند برای برنامه آینده. و السلام علیکم و بله.